نقش اصلی یک کندو دوستان فقط این کارگران انجام میدن که به ملکه میگن اگه خوب کار کنی نگهت میداریم و اگه ضعیف کار کنی ملکه رو از بین میبرن و یک ملکه دیگه این وسط تخم روزه و کنارم که شهد و عسله. ببینید اینا عسلاییه که تازه زنبور آورده و مشغول به تبدیل به عسل کردن. و این قسمت هم که میبینید همینجور گرده های گلن که براتون بازش کنم. گرده های گل رو ذخیره کردن تا برای گرده گل همون پروتئینیه که نیاز یک کندوی برای تخم ریزی و تولید مثل. این یک کندوی 10 قابه که ما میخوایم بهش امروز پوکه و طبق بدیم بیاد بالاتر تا بتونه هم تخم ریزی خوبی داشته باشه و هم عسل آوری خوب. زنده باشید. زنبورستان دهکده.